بسم الله الرحمن الرحیم. با جلسه هفتم از آموزش PHP از سایت tectem.ir در خدمتون هستیم. در جلسات قبلی ما آمدیم یک رشته رو با استفاده از دستور اکو چاپ کردیم و همینطور گفتیم که میتونیم حتی تگ های HTML رو هم به وسیله دستور اکو چاپ کنیم. یعنی ما تگ های HTML رو وارد PHP کردیم. حالا میخوایم در این جلسه برعکس این قضیه عمل کنیم، یعنی تگ های PHP رو وارد تگ های HTML بکنیم. به چه صورت؟ اول میریم سراغ پوشه htdocsمون، درایوی که XAMPP رو نصب کردید XAMPP رو باز میکنیم و به دنبال پوشه htdocs میگردیم. من یک نیو فولدر درست میکنم، اسمش رو تغییر میدم، اصطلاحاً میذارم embedding. خب داخلش یک نیو تکست جدید و اسمش رو میذارم index.php. خب فایلمو با نوتپد پلاس پلاس باز میکنم. به طور مثال شما یک تگ اینپوت رو در نظر بگیرین. تایپش هست تکست، نیمش هم هست نیم و ولیو یا همون مقدار پیشورزش مثلا tectem.ir. کنترل اس بریم داخل مرورگر، لوکال هاست رو میزنیم و پوشه امبدینگ رو آدرس‌دهی میکنیم، انتر، و میبینید که فیلد متنی با مقدار پیش‌فرض tectem.ir برای ما چاپ میشه. حالا به طور مثال ما میخوایم ولیوی این فیلد متنی رو با PHP ایجاد کنیم، یعنی تگ های به جای ولیوی ثابت بیایم از تگ PHP استفاده کنیم. به چه صورت؟ تگ PHP رو مینویسیم PHP، میایم به طور مثال یک متغیر تعریف میکنیم. متغیرها در PHP با علامت دلار شروع میشن و نام متغیر. حالا در جلسات آینده به طور خیلی مفصل در مورد متغیرها صحبت خواهیم کرد. متغیر تکست رو داریم که برابر هست با همین tectem.ir. خب حالا میایم داخل ولیوی این تکست متنی، این فیلد متنی، این متغیر رو چاپ میکنیم به این صورت. یه تگ PHP میذاریم اینجا و متغیر رو چاپ میکنیم. اکو کن متغیر تکست رو و یک سیمیکالن درج میکنیم. برای چاپ رشته به وسیله دستور اکو ما می اومدیم رشته رو داخل یک دابل کوتیشن یا تک کوتیشن میذاشتیم، اما در موقعی که ما میخوایم یک متغیر رو چاپ کنیم نیازی به گذاشتن کوتیشن نیستش. خب اینجا ولیو رو اومدیم گفتیم که متغیر دلار تکست رو برای ما چاپ کن. کنترل اس و میایم توی صفحه دوباره رفرش میکنیم، میبینیم که متغیر دلار تکست برای ما چاپ شده. یعنی کنترل یو اگه بزنیم دیگه تگ های PHP رو ما نمیبینیم، در صورتی که متغیر دلار تکست رو برای ما چاپ کرده. اگر ما به طور مثال بیایم متغیر رو تغییر بدیم، مثلا هلو بزنیم و بیایم دوباره مجدد صفحه رو رفرش کنیم، میبینیم که متغیر فیلد متنی ما تغییر میکنه. پس به این صورت ما میتونیم تگ های PHP رو در داخل تگ های HTML استفاده کنیم. با تشکر و موفق باشید.